سلام دوستان. سلام. تو باید میگفتی بله شد. من باید میگفتم. یک. کسی جواب نداد. سلام دوستان. سلام. خوش اومدید به یه برنامه دیگه. من امیر هستم. من علیه. علی. سلام بابا. کیه؟ علیه. چرا اینجوری میگی؟ علی بیا بالا بابا. مسخره میکنی منو؟ نه بابا. خب علی دیگه. منم مهمون ویژه کوکم. خب دوستان چالش داریم بازم امروز. چه چالشی؟ چالش امروز ما به این صورته که ما سه تا میخوایم با هم یه غذا رو درست کنیم. اونم کباب تابعی. کباب. فقط یه فرقی داره. فرقش اینه که ما همزمان سه تامون نمیتونیم، مثلا یکیمون کره، یکیمون لاله، یکیمون کوره. حالا این پروسه رو به چه صورت انتخاب کردیم؟ بابا نکش. به این دلیل که علی آشپزه، علی کور میشه، چون اگر چشاش باز باشه خودش کلا درست میکنه، پس مجبوریم علی رو کور کنیم. اینا رو به یه برنامه این وضعیت رفاقت ما. شروع میکنم. آقا شروع میکنیم. من چشمم میزنم، امیر فکو میبنده، حسنم گوشو میبنده. میریم یه چی میبینیم میای؟ وله میبینیم میای. اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. خب ما برگشتیم. اول میخوایم کباب تابعی رو درست کنیم. اول کباب تابعی. نمیفهمم چی میگه. الان چی میگی؟ نه اوکی من نگاه. کاسه بزرگ. خب نه باش. چی؟ این چیه؟ اینو چی؟ تخته؟ نه اینم نه. برو مایی دستشویی. ببین 2 تا پیاز از توی یخچال بهم بدی. اینا چراغه. تخته کی بعد؟ چاقو. آبه بدم. چی؟ با تو نیست. این؟ با این قاشقه. چنگاله. یه دونش من پوست میکنم، یه دونش شما میبینید که بیا چه میخواد؟ این چه میخواد؟ هیچ اوکی. چاقو کی برداشت؟ تلمبه؟ چاقو کو؟ پیشکوب؟ چاقو؟ چاقو کو؟ کی برد؟ این همونه؟ اینو بکن اونجا ببخش. اون چشم خب گوشت میدی؟ بیا گوشت حرف بزنم؟ چی بگم؟ چه خبر؟ افتاد. گاری! بذار دستان بشون. این برای مایه برای من یک کنه آبو دا خود کف داره. اونجا آدمی که مایه بگی
تمیز بشو. دست کرم ریختن بچه ها برگشتیم. اوکی. چی میخواد؟ نه الان چیزی نمیخواد. گوشکوب؟ چاقو؟ رنده میخواد. یا بایستی سرش بریم. این منو پنیر کنم اصلا. حرف بزنم؟ در بیارم؟ دهنه تو سرویس برف نزن بابا. چی شده؟ سرشو گم کرد. کلوف شد. چی شد؟ میشه اون پشت زیر نزن. برقصم؟ من چی هم هنگیش؟ چیکار کنم؟ آهنگ بخونم برات؟ دانای پنجره دنداشکلی آی بره با خمار گزن یاشکلی آی بره با امشب؟ نمیشه پیاز تو هم نمیشنی؟ پیاز کی برداشت؟ بده دستم اسکل کور نه دستم هم خودش چی میخواستی؟ کاس چیه؟ مایتابه است این اسکل چی؟ کوری کر که نیست کری کور که نیستی خراب کردی همه چیز و خودم کل ادویه رو بیار خودم بریزم؟ نه بزن اینجا بزن به خودت بریز بیا همه ادویه نمک فلفل زردچوبه پودر سیب چه؟ نمک؟ نه بریم منو نگاه کن خب ببینم تند نمک شور نمک نه نمک اینو ولش کن تو همونی که آره درسته یس چی بقیه میشونم چی میگه؟ ادویه میخواد؟ نمک میخوام چه نمک؟ آره به من گوش کن اینو ولش کن این چیه؟ نمک ببین منو اندازه 2 تا قاشق چه؟ تو خفه شو اندازه 2 تا قاشق چای خوری ریختم بزن روش الان نه فلفل اندازه 2 تا قاشق نریختم هنوز صدا میشنوم چی شد؟ اصلا بیا چقدر ریختی؟ اوکی خیلی شد میسوزی باشه پودر سیب بذار درش بیا زردچوبه زردچوبه شطور حیوان میشکنه به تو ربطی نداره خودم حس میکنم میفهمم چقدر بس شونم داره چه میخواد؟ پودر پاپریکا چی میخواد؟ بچه این هیچ طعمی نداره فقط عطر دودی داره به شما ربطی نداره چی گفت؟ ریخت نمیتونم بزنه لاله ریخت بسه به خدا که این ریخت باشه اینجا تموم میشه نه فلفل زردچوبه پودر سلوات میفرستی؟ نه خب مخلوط میکنیم اینو کی برد؟ این دلغک بچه‌های عزیز من دستامو 100 بار شستم اینقدر تو کامنت ها ننویسید با دستکش کار کن حال میکنم نمیکنم شما که قرار بخورید
کن در آبش میریزم از قبل. آب نه. بیا. آب ریختی توش؟ گلوش گرفته نوشابه بهش بدم بخوره. اسکولا من کر نیستم. من صدا نوشابه رو شنیدم. بیا نوشابه می‌خواستی. غذا غذا خراب میشه. مایه نریزی. بسه آقا برید اونجا دستان. بریزم؟ نه بسه برو. دارم میریزم. برو بسه برو. گیه من. بیا آب بریزم. نمیخوام برو خودم میشونم. چی میریزی؟ آب معدنی داری میریزی. برو نمیخوام. چرب نوشابه بریزیم تمیزتر میشه. برو گم شو. بریزم دوباره؟ نه لبخونی میتونی دیگه بریزم؟ فیوز نه. من تخم ستو نمیشم میگم این نریز. چی گوری کلن؟ بیا تموم شد. 2 تا مایتابه بدید. مایتابه بندازم بره؟ نه بده من. بشورمش؟ بگی من بدم. چی میگی؟ بزنم بده من میدی دستم؟ تخم سگ بکنم توش؟ مایتابه کو اسکولا یه کاسه آب خودم از زبون اصلا میشه خودتون میشه خدا بس دیگه. آقا به اون بگو بیاد یاد بگیره. من نمیدونم اینجا شما بگید بیا یاد بگیر. آموزش ببینم چیکار دارم یادگیری. آره اوکی اون آبه دستو میدهی تو. خب اون گوشته اینقدر نگاه. خب قشنگ نه آها عالیه. ریختون نکن. یک بار دیگه میرم بعد شما نمدیره بابا گوش نمال به من مرد که پوفیوز. آقا 10 seconds later. اونو میخوای بیا امیر چیکار کنم؟ بابا پوفیوز بندازم بره. چی برمیداری؟ چی به برداری؟ بذار اینجا. بزنم روش پشه بود همون پشه‌ای که زدیش. نکن دستم میبورم نمیدونم با چه بکنم. الان اونا تو چه وضعیت؟ خب مثل این همه کرد اینجا رو دستمال نمیکشی؟ میکشی؟ بکش. مگه کف کشتی رو داری میسابی؟ اون داری چیکار میکنی؟ اون داری چیکار میکنی؟ داره برمیگردون هنوز؟ پنجره‌دم داشگره آی بره با بره با خمار بزن یاشگره آی بره بیا با آقا داری له میکنی. چی میگی؟ هیچی. برنجو چکار کنیم؟ هم بزن 2000 years later.
امیر خوشبور این پوک کنم. تو چی داری توف میکنی؟ حرف بزنم چیکار کنم؟ مافیا چیکار کرده این؟ آقا بزن خوش کن بده من کپسول لا داری؟ بود دک کن داری چیزش میکنی اوکیه از مشکل پیش اومده عذرخواهی میکنیم یه ذره بالاخره آشپز که ستا بشه یا شروع میشه یا بینمه گلمان ما آتیش گرفت. خالی دسته کردی؟ قابلمون سو شب تابعی برو بده خالی کنه. آشپزخونه آتیش گرفت نه تو پشمان ببینید در دست. من دارم بخونم صحبت. 6 hours later. تموم نشد؟ Day 2. خب یه ساعت گذشت. یه ساعت راحت گذشت با همه تو مخیا بدبختی ها. الان میخوایم دسترنج اون رو ببینیم. یکی از دکترها رو فرستادیم داره برنج میکشه. اون یکی مهندس داره کد برداری میکنه. Day 3. Day 4. تموم نشد؟ بیایی دیگه آره ببین چه کرده همه رو دیوونه کرده علی ببین علی الان گذاشتید اینجا تموم شد. علی خب میتونید چشمندتون رو بردارید هنسفیریاتون رو بردارید میتونید تست کنید. چقدر صدای محیط چقدر خوبه. خب الان موقع ببینیم چیکار کردیم. تست یواش همه میرسیم مگه نمیگم یواش صدام گرفتم قدر حرف نزدم من اینقدر داد زدم صدام خون نشده؟ یه ذره اینطور فکر کنم بخاطر اینکه 6 بار فلفل بکنم خوب شد فقط تون شده تونیش دوست دارم. اگر چالشمون خوشتون اومد کامنت لایک ساب یادتون نره زنگوله این زیرم کامنت بذارید که اگه دوباره چالش دوست دارید چالشی که دوست دارید بگید ما انجام میدیم. اگه دوست دارید حسن باشه اگه دوست دارید نباشه تو کامنت ها بگید. لایک کنید. بچه حسن رو نذارید باشه. خدافظ. تموم شد خیلی تاثیر گذاشت.